سلام رفقای عزیزم، خیلی خوش اومدین به چنل من. اگر از پادکست های من راضی هستین حتما سابسکرایب کنید و اگر نظری در رابطه با پادکست های من دارین حتما توی کامنت ها بیان کنید. توی این پادکست تجربه میکرودوز یکی از دوستان عزیز رو بررسی میکنیم و چند تا سوال ازش میپرسیم تا ببینیم میکرودوز چه نتایجی رو براش داشته. حتما گوش بدید و نظرتون رو بگید. خب دوستان، در خدمت سروش عزیز هستیم. یکی از دوستان ما هستند و توی این پادکست قراره که تجربه خودشون از دوره میکرودوزی که داشتن برای ما بگن و از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. سلام سروش عزیز، به شنوندگان سلام کن و خودتو معرفی کن. سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم و من سروش هستم و 26 سالمه و توی فضای کاری خیلی فشرده و سخت در حال فعالیت هستم. حالا نمیدونم فضای کاری رو باید بگم یا نه و اینکه هر طور که دوست داری سروش عزیز، اگر دوست داری تا جایی که میتونی برامون بگو، خوشحال میشیم بدونی. فضای کاری بیشتر حالا بحث تعمیرات و وسایل الکترونیکی و امثال پهپاد و وسایل هوایی و یه فضای خیلی سخت و استرس‌زا، خب که توی این سالها تقریبا میتونم بگم حالا آبان امسال میشه 7مین سال، یعنی از تقریبا 20 سالگی به دلیل حالا رشته تحصیلیم که تو این زمینه بود من خب وارد این داستان پهپاد شدم و حالا نه اینکه خیلی منو اذیت کرده باشه این فضا، نه، بس اینه که خیلی سرشلوغ شدم سر این ماجرا و تمام حالا کارهایی هم که باید انجام بدم چون تخصصی بوده و چون افرادی تو این حوزه نبودند و یه کار جدیدی بود، باعث شد که خودم در واقع یه سری کارا رو یاد بگیرم و حتی خلبانی انجام بدم با این وسیله پرنده و حتی در واقع تعمیراتش هم به در و دیوار و دروازه بزنید یه چیزی رو باید تعمیراتش هم یاد بگیرید و بعدش هم خب کم کم وارد این شغل شدم و همچنان هم که حالا دارم الان باهاتون صحبت میکنم همچنان هم در واقع مشغول کار بودم، ولی لازم دونستم که یه صحبتی در مورد استفاده در واقع همون میکرودوزینگ. البته من تحقیقم خیلی داشتم در این زمینه، نه اینکه حالا خیلی یادم بمونه، خود حدودا 1-2 سالیه که تحقیقم داشتم در مورد قارچ جادویی یا قارچ مقدس اینطوری. بسیار عالی، بسیار عالی. آقا سروش عزیز، رشته‌تون گفتین چی بود؟ مهندسی هوافضا. بسیار عالی. آقا سروش، اولین سوالی که میتونم ازتون بپرسم اینه که حالا گفتین تحقیقم انجام دادین و گفتین 2 ساله که تحقیق کردین راجبش. میتونم ازتون بپرسم چرا میکرودوز؟ اصلا چی شد که سمت میکرودوز اومدین و برامون اینو بگین. واقعیتش این بود که حالا اولین چیزی که در مورد حالا بحث قارچ جادویی دیدم، حالا قبل از تحقیق خود میکرودوز، توی یوتیوب دیده بودم یه کنفرانسی بود، فکر می‌کنم تد، خب اگر درست بگم کنفرانس تد بله. بود که حالا هم انگلیسی داشت. حالا من به دلیل نه اینکه بگم خیلی انگلیسیم خوبه حالا متوجه میشم به سری چیزا در مورد همین بحث قارچ جادویی. اونجا مطلب دیده بودم و بودن 30 دقیقه بود که کامل میتونم بگم 2 باری قشنگ گوش دادم. بعد خب رفتم بیشتر سرچ کردم و دیدم که حالا با توجه به وضعیت حالا استرسی یا فکری یا ذهنی که دارم
فکر میکنم استفاده ازش خوب باشه. اول از خود قارچ میگم، بعدش دیدم که نه، استفاده از قارچ به تنهایی کافی نیست. خب یعنی باید علم داشته باشی، یه خورده بیشتر تحقیق کنی، ببینی که همینطوری نیستش حالا یه قارچ رو بگیری. دیدم که حالا توی تحقیقاتم دیدم که نمیشه به همین سادگی شما یه چیزی بگیری بخری بخوری. و دقیقا. دیدم که خب یه روشی وجود داره توی استفادهش، درسته یه روشیه دیگه در واقع میکرودوزینگ. یه روشی وجود داره به نام میکرودوزینگ که میتونیم کنترل شده ازش استفاده بکنیم. و خب بعدش هم خود در واقع ویدیوی دکتر سنا رو دیده بودم که تو این زمینه یه سری صحبت‌ها داشت. بعد در واقع ویدیو شما و دکتر سنا رو دیده بودم در مورد میکرودوزینگ و بعدش هم خب گفتم که تصمیم بگیرم، چون از این وضعیت جوری خسته شده بودم که خب هم استفاده در واقع سیگارم داشتم، همچنان هم دارم البته، ولی خب سعی بر این بود که من کم بکنم و یعنی هدف شما، ببخشید، هدف شما از میکرودوز دقیقاً چی بود؟ هدف اصلی در واقع مرتب کردن فضای ذهنی بود. خب یعنی میخواستم که چون آدم خب سرش شلوغ میشه، خب در واقع نمیتونه کنترل روی همه موضوعات داشته باشه. یعنی اونقدر موضوعات مختلف توی کار برام پیش می اومد، توی زندگی، حالا برای همه افراد هست، خب نمیگم برای من بیشتره، این که بتونم همه حالا تمرکز بهتری نسبت به هم زندگیم، هم کارم، هم خوابم، هم استفاده کمتر از موادهای دیگه و حتی خب نه اینکه مصرف کننده یه چیزی باشم، نه اصلا به دنبال استفاده از چیزی نبودم، ولی این استرس ها و این مخشوش بودن ذهن و اینکه نمیتونستم تمرکز درست داشته باشم باعث شد که برم سمت این ماجرا و تا الانم حالا استفاده خوب داشتم، در موردش خب مجزا صحبت میکنم، ولی هدف اصلی این بود که بتونم تمرکز لازم و تمرکز هم حالا کارمو بتونم مرتب و منظم داشته باشم، برنامه‌ریزی خوبی داشته باشم، همونطور به زندگیم برسم، همون شب تا صبح کار نکنم، خب تفریحی داشته باشم. این چیزی بود که حالا توی دوام کنفرانس هم من دیده بودم که حالا تخصصیش نمیخوام بگم، ارتباط بین نورون ها و اون داستانایی که توی در واقع توضیحات علمی که البته داشت، دیدم که خب من عادت کردم به یک سری چیزها. خب رفع این عادت ها باید یه راه حلی داشته باشه، یا اینکه حالا بشینی با خودت 2-4 تا بکنی، یا اینکه یه چیزی باشه که تو رو بتونه به این مسیر سوق بده. این دلیلش بوده. درسته. سوال بعدی که از شما دارم اینه که چه مدت میکرودوز داشتین تا الان؟ تقریبا 3 هفته و نیم شده. 3 هفته و نیم، خیلی هم عالی. آیا از دوستاتون یا اعضای خانواده یا حالا کسایی که بهتون نزدیکن راجع به میکرودوز باشون صحبت کردین یا مثلا پیشنهاد دادین بهشون؟ اگر پیشنهاد دادین بگین که حالا چه واکنشی داشتن، چون یه حالت فرهنگسازی هم ما دوست داریم انجام بشه در این رابطه. واقعیت هم هنوز به کسی پیشنهاد نداد، ولی با شخصی حالا دوستم صحبت کردم، حالا ایشون یه خورده در واقع گارد داشتن نسبت به این که حالا نکنه عادت بکنه، نکنه مثلا وابستش بشی و اینجور چیزا. ببین یه حسی هست بین آدما که وقتی از یه چیزی نتیجه میگیرن یا مثلا یه چیز جدید رو پیدا میکنن، دوست دارن که به بقیه هم معرفی کنن و مثلا شما میدونی که مثلا میکرودوز میتونه برای دوستت مناسب باشه و دوست داری که کمکش کنی و به اصطلاح دوستت هم گارد میگیره. در این رابطه بیشتر برام بگو. واقعیتش این بود که حالا اون گاردی که دریافت کردم این بود که اعتیاده. خب مثلا شما
اعتیاد پیدا بکنی که مثلا باعث بشه استفادت بیشتر بشه خب به مرور زمان. نگرانیش اون بوده، یعنی اون چیزی که بازخوردی که از دوستم گرفتم این بود. خب در صورتی که من اصلا چنین حسی ندارم الان. یعنی حالا دقیقاً به نظر خودت این قضیه که مثلا میگن این قارچ مقدس اعتیادآوره یا میکرودوز ممکنه اعتیادآور باشه، شما بهش وابسته بشی و نتونی ترکش کنی، الان شما گفتین که 3 هفته است که میکرودوز دارین، نظر شما در این باره چیه؟ من فکر میکنم به هیچ وجه. خب یعنی حسی که ازش تعریف کردم نه شعاره، نه اینکه من دارم استفاده میکنم، نه درسته. یعنی سوالم اینه تفاوتش با به اصطلاح مواد مخدر چی هست به نظر من اولین باری که استفاده کردم حالا اون حالت چی بگم کله خالیه، حالا اصطلاح خودمونیه که مثلا نیاز داشتم مثلا چیزی حالا الکلی استفاده بکنم چه بدونم مثلا اصلا خب اصلا حسی نسبت به حتی حالا چون قهوه خیلی اهل قهوه هستم، حتی یعنی حس این که به قهوه هم حتی مثلا نیاز دارم هم نداشتم. خب خود حالا چیزی که تو جای دیگه در واقع شنیدم و تحقیق کردم هم همین گفته ها بوده و دیدم که قبلش البته دیدم که بله واقعا همینطوره که یه جورایی تعلق رو احساس کردم همون سری اول و وابستگی نسبت به چیز رو انگار سری اول از من گرفته. خب یعنی من نیاز نداشتم که مثلا برم سیگار بکشم، بعد اصلا تصمیم جدی گرفته بودم که نکشم. خب و واقعا هم 1-2 روز نکشیدم، چون دروغ بگم نکشیدم، ولی بعدش باز شروع کردم. حالا خیلی هم تمایل ندارم. خب من یه توضیح به شما بدم. یکی از در واقع ماجرای من همینه درست. که مثلا من در واقع استفاده نکنم از سیگار. درسته. ببین آقا سروش، یه توضیحی که من باید به شما بدم اینه که شما میکرودوز رو به عنوان یه سبک زندگی جدید باید در نظر بگیری و تعهد بدی به خودت که برای تغییر داری این کار میکنی. قرار نیست که معجزه کنه. میکرودوز اثراتش پنهانیه، در دراز مدت ایجاد میشه. یه سری اصول داره، مثلا نباید الکل رو مصرف کنین شما توی دوره میکرودوزتون به هیچ وجه، و در کنارش ورزش خیلی مفیده، مدیتیشن خیلی مفیده، مطالعه کردن عالیه و خلاصه حرفم اینه که 50% میکرودوزه و 50% دیگهش اراده خودته برای تغییر. بفرمایید شما. و بعدش حالا با شما هم صحبت کرده بودم، یه پیامی هم گذاشته بودم که حالا مثلا من در واقع برای همین مسئله ترک سیگار همینو شما به من گفته بودید که مثلا شما خودت هم باید بخوای و این خواستنه دقیقا مهمه توی این بحث میکرودوزینگ. اما اون مدیتیشنه. خب من مدیتیشنم انجام میدادم قبلا، البته نه خیلی زیاد ولی الان بیشتر شده. خب یه مدیتیشنی که خیلی رو من، حالا شاید دوستان استفاده بکنن، یه مدیتیشنی که خیلی رو من تاثیرگذار بود اسکن بدن، مدیتیشن اسکن بدن. خب یعنی بعد خب دربارش برامون توضیح میدی؟ حالا من فکر میکنم با یه سرچ ساده بتونم پیدا کنم. یه در واقع حالا من اینطوری بگم دقیقاً جمعه بود. خب من استفاده کردم از در واقع اصل و همون مقدار مشخص، یه نیم ساعت یه رو وایسادم و رفتم دنبال یه پادکست مدیتیشن. بعد یه مدیتیشنی پیدا کردم به نام مدیتیشن اسکن بدن و فکر کردم به تمامی بدن، از نوک پا، مچ پا، زانو، پا، در واقع بدن، قلب، دست. و اینجا حالا میگم خیلی انقدر بحث معنوی بشه، شاید من اگه بخوام مثلا بازش بکنم این مدیتیشن رو، واقعا به دغدغه ها واقعا فکر نمی‌کردم. فکر می‌کردم که
چرا من باید از این بدن خودم در این مدیتیشنه، حالا چون داشتم به بدنم فکر میکردم، دونه دونه از اجزای بدنم داشتم تو این مدیتیشن اسکن بدن که 30 دقیقه هم بودش، طولانی هم بود، که من چه بلایی سر این بدنم دارم میارم. خب یعنی به این داشتم میرسیدم. حالا خیلی دوز پایینی بود، نه اینکه تریپ داشته باشم، نه اصلا حس تریپ یا سفر و اینا نبوده، ولی آره خب میکرودوز که اصلا یه دوزیه که هیچ اختلالی روی حواس پنجگانه شما نداره و شما میتونی بری اصلا سر کار، روزمرگیاتو بگذرونی، کارهای مختلفتو انجام بدی و هیچی حس نکنی. خب میفرمایید. فقط در واقع حس این که خب از این بدنت و از این حالا ذهنت، از این تمام حالا کلیه کارهایی که با این بدنت انجام دادی انقدری حالا ارزش نداشته که فشار بیاری. خب یعنی به این رسیده بودم بعد مدیتیشن. حس خیلی خوب، حس خیلی خوب. و اینکه من چرا فشار میارم به اینا هم جون دارن. خب میگم خیلی شاید معنوی بشه این قضیه که دارم میگم. واقعا به این رسیده بودم که اصلا اشکالی نداره. به این رسیده بودم که من خیلی میتونم در واقع با ذهنم هم به بدنم برسم. خب یعنی هم بهش فشار نیارم، یعنی به زانوم فکر میکردم که چرا پدرشو من در آوردم مثلا این زانوه. خب یا مثلا به این فکر میکردم که چرا بیشتر حالا اهل ورزش آنچنانی نیستم، ولی میگفتم واسه چرا بیشتر ورزش نمیکنم. خب چرا ورزش نمیکنم، چرا غذای اصلا خیلی خیلی خوب یا مفید نمیخورم، چرا تمایلم به این سمت هاست، نکنه برای این تیکه از بدنم ضرر داشته باشه. به این چیزا داشتم میرسیدم. نه اینکه اذیت کننده بوده باشه برای من، نه اینکه توجهم رو سوق میداد به اینکه من فشار آنچنانی به این بدنم و در واقع دستم، زانوم ها که دونه دونه داشتم روش تمرکز میکردم توی مدیتیشنه، که البته پادکستی بوده و صحبت هم داشتم میکردم، این خانم بود و بله. یه بعدش هم خب دیگه در واقع پایان مدیتیشن حس سبکی و خب چون بلافاصله بعد میکرودوز بود حس سبکی حتی بیشتر داشتم. یعنی شاید در آینده من قطعا بیشتر در واقع بعد از این مثلا یه حدود 20 دقیقه 30 دقیقه مدیتیشن میکنم. فکر میکنم حالا برای من اینطوری بوده، فکر میکنم خیلی تاثیرگذاری بیشتری داره مدیتیشن، همونطوری که تو صحبتتون گفتین. حالا من این کارو انجام دادم بعدش بلافاصله. درسته. و شما گفتید که قبلا هم مدیتیشن رو داشتین. میخوام بدونم تفاوت اون مدیتیشنی که بدون میکرودوز بود و تفاوت این مدیتیشنی که از عسل استفاده کردین و میکرودوز کرده بودین چی بود دقیقاً؟ چقدر فرق داشتن از نظر احساسی؟ دقیق بخوام بگم این بوده که قبلا مدیتیشن ممکن بود یه دفعه ذهنم بره سمت یه مسئله‌ای که دارم مثلا روش کار میکنم، یعنی مدیتیشن بدون میکرودوز رو دارم مثلا یه هویی. خب البته خود در واقع مدیتیشنی هم که انجام میدم میگفتن اشکال نداره، شما به لحظه حال و الان فکر کن. مثلا اگر رفتی یه فضای دیگه ای میگفتش اشکال نداره، اصلا مهم نیست، خیلی فکر نکن، برو برگرد به همون جایی که الان هستی. چون ذهن آدم یه موقعی در واقع اتوماتیک و یا خودکار میره به سمت یه موضوعی. خب یه دفعه آدم میره تو فکر. این دفعه تو این نمیگم اصلا نداشتم، ولی خیلی خیلی کم بوده. یعنی واقعا داشتم تمرکز میکردم و توانایی این که من بتونم فکر بکنم بیشتر بوده. تفاوتشون چند توی تمرکز بیشتر بود موضوع. خیلی عالی بود، خیلی جالب بود. امیدوارم که بچه‌ها استفاده کنن. یه سوال دیگه‌ای که ازت دارم، به نظر خودت توی این 3 هفته‌ای که میکرودوزو داشتی مثلا از 0 تا 100
چند درصد تأثیر داشته و چه تأثیری داشته رود؟ من خیلی آدم فعالی هستم، کلا بیکار نمیتونم بشینم. بد و خوبشو میگم کلا. و الان اصلا نمیتونم بیکار بشینم. خب یعنی در واقع خلاقیتم و تمرکزم و انجام، حالا بچه‌ها حالا دور و برم هستن میگن که بابا چیه اصلا، تو به چه چیزایی فکر میکنی؟ یعنی توی کار البته، نه اینکه معنوی بخوام بگم، اینکه به کجای مسئله من دارم فکر میکنم، تا کجای یک طرح یا یه ایده نگاه میکنم. خب این بیشتر شده خب توی من. یعنی اون خلاقیت بیشتر شده؟ خلاقیت بله، حالا تعریف از خود نباشه، خلاقیت هم خیلی بالا بود از ابتدا، ولی الان واقعا بالا بود. نمیتونم خیلی باز کنم در مورد خودم توضیح بدم، خیلی هم اهل تعریف و تمجید از خودم نیستم. خلاقیتم واقعا بالا بود، یعنی یکی از دلایل موفقیتم همین خلاقیت و تفکر جلوتر و حالا ایده مندتر، ایده آور بودم. خب یعنی همیشه دنبال یه ایده‌ای بودم، دنبال خلاقیتی بودم، دنبال کاری بودم، کار جدیدی بودم، بیکار نمیشستم. الان در واقع میتونم منظم‌تر بکنم. این خوبه، هم خوبه. خب میتونم کارام منظم بکنم، رو کاغذ بیارم. قبلا انقدر زیاد بود نمیدونستم مثلا اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، به هم میریختم و بسیار منو عصبی میکرد. بسیار، یعنی اینکه شما در واقع مسائل مختلفی داشته باشی و نتونی به هیچ کدومشون برسی فاجعه است. خب از نظر من و البته جوانای همسن سال ما. و دقیقاً مشکل افسردگیه الان اینه فکر میکنم. اونایی که البته مشغول به انجام یک کاری هستن و میخوان یک کاری انجام بدن، دقیقاً گیرشون اینه که خب من چی کار کنم؟ اینو بچسبم، اونو بچسبم، سایت بزنم، نمیتونم اینستا بزنم، نمیتونم چه کسب و کاری انجام بدم، پول چجوری در بیارم. اینا یه خورده برای من در واقع مدون و منظم‌تر شده. یعنی من میدانم الان دارم چی کار میکنم. کما این که خب زیاد کار کردنه، خب به دور اطرافی الان مثلا من واقعا 11-12 شب برمیگردم خونه و 8 صبح میام. 11-12-8 صبح همینطوری، یعنی بیشتر مشغول شدم. این یه خورده بده. خوبیش اینه که خب این بیشتر مشغول شدنه به خاطر اون عشق و علاقه نسبت به کار، درسته؟ بله اینم میتونه باشه. یعنی این در واقع یه چیزی بوده که من رو بیشتر سوق میده به سمت اینکه بیشتر فکر کنم. اینطوری بگم، بیشتر فکر کنم و بیگدار به آب نزن. زیاد فکر کردن هم خوب نیست، ولی خب مشخصا شما چون از اولم اینطوری بودم یه خورده در واقع توی بحث زیاد کار کردن یه خورده اذیت میشه. ولی مثلا اون مدیتیشنه باعث شد که نه این بدنه، حالا من یه روحی دارم، درسته اون روحه به من میگه تو در واقع درست کار کن یا کار کن، مثلا بیشتر کار کن. خب یه بدنی هم وجود داره دیگه، طبیعیه که آسیب ببینه مثلا اون بدن. روی استرس چی؟ آدم استرسی بودی؟ چطوری بود؟ روی استرس تأثیر گذاشت؟ بله. من این بله‌ای که میگم بله چطوری بود؟ نه این که بخوام چه چیز خفنیه. من آدم راحت و روکی. خیلی هم عالی. استرسی نبودم، ولی این که هی تاکید میکنم شاید تکراری بشه صحبتم، واقعا اینطوری بودم که نمیرسیدم به کارام و یه خروار کار رو سر من میریخت. یعنی انگار دنیا رو سر من خراب شد. استرس میگرفتم، نکنه این بشه، چرا من انجام دادم، چرا اینطور شد. بله خب این خیلی من اذیت و همچنان هم اذیت هم. چون میدونی مثلا یه سری آدما وقتی چند تا کار مختلفو دارن نمیدونن اول از کدوم شروع کنن، بعد هیچ کدوم انجام نمیدن.
تو همین حس داشتی؟ دقیقاً من یعنی یکی از مشکلات اساسی من این بوده خب توی برای بحث استفاده، یعنی به هم میریختم، یعنی هیچ کاری نمیتونستم بکنم، میشستم همینطوری گوشی اینستاگرام بالا پایین میکردم، هیچ کاری هم نمیکردم چون میگفتم آقا نرسیدم دیگه نمیشه، حالا یه جوابی میدم به مشتری خب، ولی خب یه طرفی ناراحت بودم، مثلا کسی هم نمیتونست من نزدیک بشه، حالم بد بود اصلا خب. این قضیه که دارم میگم برای 5-6 ساله ها، نه برای 1 سال 2 سال، یعنی 5-6 سال من این حسو داشتم و همچنان هم نمیگم اصلا ندارم، دارم، ولی میتونم بهتون بگم که مثلا 20% کمتر شده، 40%، 60%، میتونم میگم 30 تا 40% واقعا کمتر شده. میگم ول کن، نشد دیگه، اینطوری شدم خب. یعنی خیلی در واقع خودم رو اذیت نمی‌کنم، میتونم میگم 30 تا 40% در واقع کم شده، مخصوصا بذارید اعتراف کنم مخصوصا اوایلی که استفاده کردم این بیشتر بود. حالا نمیدونم شاید در استفاده طولانی مدت و جلوتر این حالا بالا پایین داشته باشه، مثلا الان که دارم با شما صحبت میکنم تو 1 هفته اخیر نه یه مقدار این قضیه من اذیت کرده، ولی اوایل که یعنی 3 بار اولی که من استفاده کردم واقعا کم شد، یعنی 30-40% کاملا مشهود بود، حس میکردم که واقعا حالا نشد مثلا زمان درستش میکنم، یعنی این واقعا درست هم هست، بعضی چیزا واقعا زمان درستش میکنم، یعنی باید زمان بگذره تا شما مسائلت حل بشه، تو هر چه قدم بدوی شاید اون لحظه، شاید تو اون تایم موردت و مشکلت حل نشه، یه مقداری بگذره. خیلی عالی. روی انگیزه، روی مودت، روحیت، از روحیاتت برامون بگو. روحیه کلا آدم درونگرایی هستی، برونگرایی؟ چه تغییراتی داشته؟ حالا من هنوز تو این سالها نفهمیدم برونگرام یا درونگرا، خب واقعا نفهمیدم. وای چقدر باحال. واقعا نفهمیدم. بعضی وقت میگم همین چی راحت خب، یعنی مثلا مشکلی هم ندارم، میام مثلا حرفمو میزنم خب، این حالا نه اون روک بودنه با اون درونگرا بودنه یه سر فرق داره. تو خودت دیگه میشه درونگرا، آدمی که تقریبا همه چیشو تو خودش نگه میداره یا اصلا فقط به مسائل درونی خودش فکر میکنه و در واقع بروز نمیده خب. ولی من بعضی وقت بروز میدم، بعضی وقت هم نه میشینم اصلا بروز نمیدم. این چقدر شخصیت جالبی داری سروش. خوشم اومد ازت. واقعیت اینه که واقعا بعضی وقت بروز میدم دیگه، حتی میترکم بروز میدم، شاید هم باشه آدم درونگرایی باشم خب. آره. ولی چیزی که حالا من تا الان حس کردم برای حس و مود و این چیزا، یه چیزی که الان من دارم برای گفتن که دوست داشتم بگم توی یه جمله خیلی کوتاه و مختصر در مورد الانم، میتونم بگم که این حس ها، این موده، این حس خوبه، این در واقع تمرکز، خلاقیت، کمتر شدن استرسه، تا الان حالا آپدیت میخوام بکنم، شاید در آینده یه جور دیگه باشه مثلا، چون انقدرم پیچیده است. آره خب مشخصا. ولی میتونم اینطوری یه نمودار بکشم که اوایل خب خیلی مشهود بود برای من، یعنی 3 بار اول تمام اینا رو اگر الان مثلا توی 3 بار اول بودم شاید خیلی خیلی مثلا گفتم بله عالی بوده مثلا حسه، ولی توی حالا در واقع دفعات بعدی که حالا چند باری شده حس میکنم یه مقداری در واقع کمتر شده خب، یعنی اون مود خوبه، اون حس در واقع خوبه، نمیگم اصلا در واقع یعنی
رد شده یا اصلا نه من حس خوب ندارم. میگم از نموداری کمتر شده. خب میشه گفت عادی شده برات؟ دلم اصلا نمیخواد اینطوری باشه. خب به خاطر این شاید این جمله رو میگم، چون دلم میخواد چیزی هم که تحقیق کرده بودم این بود که گفتش که آقا باور داشته باش. خب باور، حالا باور که اصلا میگن بدون باور به یه چیزی شما هر چی استفاده کنی تاثیر نداره. قرص استومنوفن هم میگن باور نداشته باشی شاید تاثیر نذاره باشه روت. آره خب منم شنیدم اینم نمیخوام باور نداشته باشم، میخوام باور داشته باشم. ولی میتونم بگم اوایل برای من، چون اون چیزی هم که از شما هم شنیدم اینطور بود که برای هر آدمی متفاوته. برای من واقعا اوایل خیلی حالت معجزه‌ای داشت. خب و شاید الان همون حالت این که بعضی چیزا در واقع به مرور زمان باید طی بشه و دورش تکمیل بشه، برای من شاید برگرده به حالتی که مثل اول بوده. خب و به مرور زمان شاید این مسئله برای من حل بشه و میگم موده خیلی بهتر شده، عصبی نمیشم. خب به هم نمیریزم وقتی کارامو انجام نمیدم. شد نشد وای میسیم ببینیم چی میشه. از لحاظ استرسی بله اوایل شدت کنترل میکردم، الانم همینطوره، ولی احساس میکنم یه درصدی در واقع کمتر شده تاثیرش. آقا سروش عزیز، ارتباطت با طبیعت چطوره؟ چون کسایی که از این گیاه استفاده میکنن، حالا یا میکرودوز یا روش‌های دیگه، پروتکل‌های دیگه، یه حس خوبی از طبیعت میگیرن، یه حس طبیعت دوستی میگیرن. این درون شما هم به وجود اومده؟ بله خیلی. دربارش بهمون توضیح میدی؟ من یه جای خاطر کوتاه بگم، یه جایی رفتیم یه وسایلی بخریم، وسایل کمپ و اینا. بعد رفتیم تو گفتیم آقا مثلا چه میدونم صندلی میخوام. بعد حالا طرف مثلا میگفت که میگه صندلی چی میخوای؟ حالا صندلی مثلا به تیپ ما نمیخورد که صندلی مثلا کمپی بخریم. ما فایر باکس میخوایم نمیدونم مثلا. حالا فکر میکرد مثلا تازه جو ما رو گرفته داریم میریم 4 تا وسایل کمپ بخریم. بعد هم طوری که داشتیم صحبت میکردیم گفت مگه هفته چند بار میری جنگل؟ گفتم من هفته یه بار میرم جنگل. تو جدی میگه هفته یه بار میری جنگل؟ تو هیچی نداری؟ گفتم من هیچی ندارم، میرم هفته یه بار جنگل. و واقعا هفته یه بار رو میرم. یعنی هم قبلش هم الان یعنی کلا عاشق حالا طبیعت هم، یعنی جنگل روی و حالا با ماشین آفرودی و اینا خیلی، حالا بدون امکانات هم هستم. الان حالا 4 تا چیز خریدیم، خیلی آرامش بخشه برام. الانم بیشتر شده میتونم بگم. یعنی سوال که شما پرسید، من میگه آدم اتوماتیک باید سوال ازش بپرسی ببینی که واقعا چه چیزایی روش تاثیر گذاشته. خودش شاید بعضی چیزا رو متوجه نشه. بله من در واقع طبیعت از قبل دوست داشتم، الان بیشتر دوست دارم برم و هر هفته هم میرفتم. کلا طبیعت رفتن روی روانم خیلی تاثیر داره، خیلی آدم آروم میکنه، خیلی آرامش بخشه. من پیشنهاد میکنم به همه طبیعت رو ول نکنید هیچ وقت. برید هفته یک بار، اصلا ماهی یک بار. خب آقا سروش، روی خوابتون به نظرت تأثیری داشته؟ یعنی خواب خوب یا کم شده یا زیاد شده؟ میخوام بدونم مثلا توی کیفیت خوابت، توی عمق خوابت. واقعیتش بله، اما من کلا خوشخوابم. حالا کمم میخوابم کمم میخوابم موردی ندارم، مثلا 1-2 میخوابم، 5-6 بیدار میشم.
درسته. ولی خب این گله، خب حالا اینجا نمیدونم چون دوست ندارم حالا این وایس، چون گلم در واقع استفاده میکرد این یه خورده الان که اصلا نه، خب یعنی موقعیتش پیش بیاد میتونه دم دستم باشه. خب اون خیلی خواب خوبی به من میداد لعنتی. ماریجوانا خیلی خواب. خب آره بستگی به نژادش داشته. البته خیلی خواب میداد. آره رو من اینطوری بوده. اونم خیلی منو اذیت کرد. من فکر کنم ابو علی سینا بود. میگفتش که هر چیزی مقدار کمش داروه، مقدار متوسطش غذاه و مقدار زیادش ضررآور، یه همچین چیزی بود میگفت. خب داشتی میگفتی درباره ماریجوانا. اینم خیلی اذیت کرد من. خب این استفادهش همچنان هم نمیگم اصلا جسمی یا روحی اذیتت کرد؟ روحی عصبی شدن بیشتر میشه. اصلا استفاده نکنید. خب یعنی هیچ کی استفاده نکنه. هرچی هم میگی خود تاثیر نداره لامصب. خب یعنی آره فکر میکنه مثلا فاز نصیحت براش گرفتی و از این آدمای چجوری بگم. آره قبول دارم حرفتو. خب هرچی هم بگی مزخرفه لامصب بعضی وقت قلقلک میده. خب نمیدونم میدونی چجوری گول میزنه؟ وقتی که های هستی، وقتی که اون 20 دقیقه‌ای که به اصطلاح روشی یه لذتی بهت میده که به نظرم نمیارزه. بله بعدش نمیارزه، چون بعدش خیلی اون بد میشه. مثلا واقعا حالا کار خیلی وحشتناک و پیچیده‌ای دارم. خب همش داستانه. خب آره خب بعضی وقت واقعا یعنی اون خستگیه، خب اون سختیه، اون فشاره تو رو میبره به سمتش. خب اصلا هرچی که تو رو از این حالته در بیاره، حالا یا ماریجوانا یا چی میدونم الکل یا هر چیزی. خب حالا ما نه اینکه دنبالش باشیم، اصلا همین بدبختی داستان ما جوونا تو جامعه همینه. خب اصلا میبره تو رو. اینقدر طرف داستان داره تو زندگیش میکشه اینو به یه سمتی، حالا یا سیگار یا چه میدونم ماریجوانا. آره میبره بیسش اینه. کسی که بعد دوستا محیط اینا هم تأثیر گذاشت. یعنی هر چی هم شما بگی آقا من دوست ندارم و نمیخوام و نباید برم سمتش و بعد موقعیتش پیش میاد اینقدر زیاد شده. خودتون میدونید همه جا بین دوا سیگار و نقل و نبات ریخته. خب هم دستشون. یعنی هر کی من حتی باورم نمیشدم هم دیدم که اصلا داره استفاده میکنه. خب این باورم هم نمیشد. یعنی چه اون کسی که ببخشید بیار و بیکار و بیماره، چون کسی که با کار و خیلی هم اوکی و همه چیش هم میزانه. خب اینطوری شده وضعیت الان. نمیدونم درست دارم میگم غلط، ولی نه درسته. ولی واقعا مشکل سازه این مسئله. امیدوارم این خیلی حالا چیزی که تحقیق کرده بودم اینا همین بود. میگفتش که آقا این خیلی تاثیرگذاره روی مسائل در واقع وابستگی چین. من دنبال همینم. یعنی واقعا اگر این اتفاق برای من حالا نمیگم 100% داره میفته و تلاشم هم میکنم 50% اینه 50% خودم تلاش نکنم به قول شما نمیشه. درسته. امیدوارم این اتفاق بیفته برای من. خب چون من خودم خسته میشم از اینکه من برای چی برم مثلا بشینم پیش بچه‌ها. خب بلش کن. بعد از این طرفا به نظرت نیاز هست اون آدما رو تغییر بدی؟ اون اکیپی که حالا مثلا توش بودی یا اون رفیقایی که به اصطلاح قبلا مثلا باشون ماریجوانا رو کلا کنارشون بذاری دیگه؟ بهش فکر کردی که مثلا این آدما رو کنار بذاری؟ آدمایی که در واقع این چنینی هستن
بله فکر کردم، ولی آره. بسیار کار سختیه، ساده نیست، خیلی کار سختیه. آره خب فکر میکنم سخت‌تر سخت از این تغییر وجود واقعا نداره سخته به نظر من. اینکه حالا مگر اینکه آره خب وقتی شما باشون صحبت وقتی شما اینا رو مثلا تنها بذاری اونم باور نمی‌کنه. خب آره دیگه. این خیلی سخت. بعد آره ممکنه اصلا یه برهه‌ای تنها بشی. بله. و اون تنهایی واسه یه سری آدما میتونه سخت باشه، واسه یه سری آدما میتونه لذت بخش باشه. واقعا استفاده کردن از تنهایی به نظر من یه هنره و شما میتونی انتخاب کنی که تنهایی زندگی کردن بدون حالا اون رفیقای ناباب، اون دوستایی که حالا اون جمع داشتن، واقعا یه انتخاب میتونه باشه که روی آینده تاثیرگذار باشه. و وقتی شما این انتخاب رو انجامش بدی، یعنی انتخاب کنی که تنها باشی، بعد از یه مدت به نظرم آدمای هم فرکانس خودتو پیدا میکنی، آدمایی پیدا میکنی که در کنارشون باعث میشه که پیشرفت کنی. مثلا دوستی داری که روابط کاری هم با هم داشته باشین، همکار باشین، دوستم باشین؟ نه با همکارم ندارم. امیدوارم که یه روز یه همچین دوستی رو پیدا کنی. خب آقا سروش، اگه بخوای به یه نفر پیشنهاد بدی که آقا بیا میکرودوز استفاده کن خوبه، به نظرت به چه کسی باید پیشنهاد کرد؟ چه کسی به دردش میخوره؟ حسی میگم خیلی تو این سالا ناامیدی دیدم تو جوونا، خیلی زیاده. یعنی این بدتر از به نظر من میگن آخرین شمعی که روشنه اگر خاموش بشه همون امیده. خب میگه امید طرف بره دیگه تمومه. به نظر من اونایی که واقعا ناامیدن برن سمتش، حالا جدا از مسائل اعتیاد و تمرکز و خلاقیت و فلان و اینا، خب یه سری دلایل دیگه هم هست، یه سری افراد اینطوریه، ولی اونایی که واقعا ناامیدن از همه چی، از حد زندگی کردن، از آیندهشون، فکر میکنم خیلی به دردشون، چون حس خیلی خوبی بهشون میده و یه جوری اون حالا اینطور تخصصی بگم، این چیزی که میگفت آقا توی این مغز یه سری نورون‌ها یه سری مسیرها پیدا کردن، رو همون مسیر رو حرکت میکنن تا آخر. خب و شکل که همونو تبدیل میشن به عادت‌ها، دیگه عادت میشه، همینا هم میمونه برات. حالا این یه کاری میکنه این نورون‌ها مسیرش حداقل تغییر کنه. خب حالا یا این چیزیه که توی مقالات دیدم، نه اینکه من از خودم در آوردم، حالا درست و غلطش رو شما تصحیح بفهمید. اینا یه سری بالاخره تفکرات وجود داره تو ذهنمون که شاید خاموشه الان، خب و همون حسه برگرده، امیدواریه برگرده. شما اول امید باید داشته باشی بعد بتونی زندگی کنی، امید نداشته باشی هیچ کار نمیتونی، تا غذا هم نمیتونی. به نظر تفاوت امید با انگیزه چیه و میکرودوز چه کمکی میکنه؟ از نظر من اول امید باید باشه، خب یه امیدواری نسبت به هر چیزی، زندگیت، آیندت، درآمد، پول، عشق، نمیدونم آرامش، به هر چیزی شما باید حالا امیدوار باشی، به در واقع تشکیل خانواده حتی، خب و هر چیزی خب میتونی امیدوار باشی، ولی برای به دست آوردنش نیازه یه سری دلایل داشته باشی، خب که باز همون برمیگرده به اون انگیزه، که انگیزه رو ایجاد بکنی بر حسب اون دلایلی که داری. حالا اون در واقع مسائل علمی که توی میکرودوزینگ هست فکر میکنم یه جوری تکون بده تو رو، خب که هم امیدوار بشی 100%،
خب وقتی امید داشته باشی نسبت به یک کاری و نسبت به یک زندگی، نسبت به شرایطی، به نظر من اتوماتیک وار این انگیزه ایجاد میشه تا بتونی شروع بکنی به تغییر کردن. تفاوتش میتونم اینطوری بگم، امیده باشه امیده نباشه انگیزه هم به درد نمیخوره. خب آقا سروش، سوال آخرم ازت بپرسم، به نظرت میکرودوز میتونه مضرم باشه؟ ما این همه خوبی ازش گفتیم، حالا اون ور قضیه چی؟ به نظرت میتونه واسه کسی مضر باشه؟ اینو باز تحقیق کرد. خب نمی که چند تحقیق کرده. چیزی که حالا از جایی دریافت کردم اینطور بوده، میگن که در طولانی مدت در واقع تحقیق نشده. طولانی مدت منظور 1-2 سال 10 سال نیست. خب شاید مثلا 40 سال 50 سال، مثلا همین سیگاره درست مثلا اومدن بعد 50 سال 100 سال شاید مثلا فهمیدن که چقدر ضرر داره. خب اینم چنین چیزی در موردش مطرح شده. نه نیازه که بیشتر در موردش تحقیق بشه. خب یعنی در طولانی مدت مثلا یه آزمایش کامل روی یه نفر انجام بشه، خب 0 تا 100. شاید اینا مثلا برای یه نفر یه جور باشه، بعد اینا همه یه آماری براش باید در بیاد، باید جمع بشه، یه عدد و ارقامی در بیاد، در واقع به قول گفتن میانگین گیری بکنن. اینه خب ببین کلا یه برهه‌ای تحقیق روی سایکدلیک ها رو کنار گذاشتن که اگر اون زمان ادامهش میدادن الان خیلی تفاوت داشت، خیلی آمار رو به دست می‌آورد. حرفتو قبول دارم. دقیقاً. من گفتم حالا آخرین سوالم، از وسط این سوال یه سوال دیگه برام ایجاد شد. واسه کسی که افسرده است و قرص اعصاب و قرصای به اصطلاح بازجذب کننده سروتونین و حالا طورای دیگر رو دکتر براش تجویز کرده و این نوع درمان، تو چه تفاوتی می‌بینی؟ نظرت چیه؟ من دوستایی داشتم که از قرص سالی کردم، بعد افتخارم میکردم من دارم از قرص سالی میکنم، چقدر بدبختم. خب از قرص آرامش بخش و فلان. بعد من گفتم خیلی احمقی اگر از قرص سالی میکنم. خب این قرصا برای در واقع بیمار کامله، یعنی اینطوری نیستش که تو بری از داروخونه یه قرص آرامش بخش بگیری، چه میدونم قرص ضد استرس بگیری، ضد افسردگی بگیری. این بهشون مثلا اینطوری جواب میده، میگفتم که آقا طبیعی خودتو درمان کن، اگر افسردگی برو ورزش کن، یه هفته برو مسافرت، نمیدونم مثلا برو هر روز استخر، آب سرد، آب گرم، سونا، جکوزی، چه میدونم این همه ابزار هست، دوچرخه سواری، چه میدونم مشغول کن خودتو با یک کتاب خوب، چه میدونم 1000 تا چیز میگفتم مثلا این موقع میگفتم طبیعی حداقل درمان کن خودتو. خب و چیزی هم که الان من توی این قارچ جادویی میبینم فکر میکنم از طبیعته. خب فکر که نباید بکنیم، مثلا واقعیته. خب از طبیعته این مسئله و برمیگرده به خاک، برمیگرده به طبیعت و شاید این ماده‌ای که خب حالا یا گیاهی که در واقع به وجود اومده که سالیان سال هم خب خدمت داره بشه. من که حالا شاید میگم چون حالا ما یه علم هست این وسط، یه در واقع شهود، فکر میکنم این قضیه میتونه کمک بکنه چون از طبیعت برمیگرده. حالا در کنارش همه این چیزایی هم داشته باشی، ورزش و دوچرخه سواری و استخر و فوتبال و چه میدونم فوتسال و اینا خیلی کمک میکنه به افسردگی. خب حتی من تا الان حس افسردگی نداشتم، نه اینکه اتفاقات بد تو زندگیم نیفته، افسردگی داشتم اتفاقات بد خیلی داشتم، اما سعی کردم با مشغول کردن خودم
نسبت به یک کاری خودم درگیر افسردگی نکنم. این دقیقاً شما رو در واقع میبره، همین عسل یا در واقع جادو شما رو میبره به سمتی که بتونی با اون حالا ایجاد حس انگیزه، ایجاد حس اینکه بتونیم بریم یه کاری انجام بدیم. حالا طرف میگه از شنبه من میرم ورزش، بعد نمیره ورزش، خب ولی این میتونه کمک بکنه. من حس رو داشتم و اتفاقا مثلا به من رمق اینو داد بیام بنویسم. خب این جدیدن مثلا بیام بنویسم، یه انگیزه ایجاد شد من برم مثلا دوچرخه سواری مثال تا کمک بکنه به افسردگی. اگر یعنی حتی این کمک نکنه به افسردگی، خب کارهایی که باعث میشه بعد استفاده شما رو ببره سوق بده که مشغول بشید و افسرده نباشید، گوشه‌گیر نباشید، یا مثلا نقض میکنم مثلا این قضیه رو که آقا افسردگی رو رفع نکنه، ولی حداقلش یه کاری میکنه شما رمقی داشته باشید برید یه کاری بکنید که افسرده نشید یا افسردگی رو کنار بذارید. بله. البته اینم فکر میکنم از لحاظ علمی ثابت شده که افسردگی رو هم رفع میکنه. اختیار دارین شما که کلی تحقیق کردین. امیدوارم که باز هم مهمان پادکست ما باشین. خیلی عالی بود، از تجربیاتتون استفاده کردیم. اگر حرف آخری برای شنوندگان دارین ممنون میشم. حرف آخرتون هم بشنوم. حرف آخرم هر جایی هم میرم، حالا نمیدونم سخنران خوبی هستم یا نه، ولی هر جایی میرم به نظر من که هستین. هر جایی میرم اینو میگم، شاید خیلی کلیشه‌ای باشه. واقعا جوانی که توی ایران هستند از خیلی از چیزها محرومن، خیلی از چیزها که اصلا نمیخوام وارد بشم بهش، ولی امیده رو اگر از دست بدن قائل ختم به خیر نمیشه. امیدواریشون رو از دست بدن قائل ختم خیر نمیشه. نصیحتی نیست. به نظر من باور به این که حتی شرایط خوبه هم به آدم کمک میکنه. باور الکی، دروغ الکی باور داشته باشیم به این که شرایط خوبه هم به آدم کمک میکنه. ما نمیگیم شرایط خوبه، ولی من دور اطرافم بسیار دیدم که من شروع میکنم به داد و بیداد که چقدر بده، چقدر داغونه، بده میگه، بعد مثلا طرف مقابل نه درست میشه، خوب میشه، اوکی همه چی، واقعا هم میشه. خب واقعا هم درست میشه. این که حالا ما هی بگیم درست میشه شاید یه انتقال به کائنات باشه، خب که به ما کمک بکنه مسائل ما رو درست بکنه. حداقلش اینه که امیدوار باشیم. اون باور و اون اعتقاد مهمه به نظر من. خیلی جالب گفتی. باور و امید و اینکه حتی شده به دروغ هم شده ما باور داشته باشیم که همیشه خوبه و شاید خوب بشه، شاید هم خوب نشه، ولی اینکه شما عقب نشینی بکنین بدترین چیزه. بسیار عالی، خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما و استفاده کنید. خدا نگهدار.